بالاخره به تاریخ 3/3/3 رسیدیم و در انتهای شب پخش شد. اما چی بگم از تیزر افی 12؟ سلام علیکم، خیلی مخلصیم. حالتون چطوره؟ قراره که توی این ویدیو بریم سراغ نقد و بررسی سریال جدید فیلمنت در انتهای شب و آخر این ویدیو نتیجه میگیریم که آیا این سریال مخاطب به خودش میگیره یا نمیگیره. پس بدون معطلی لایک با چشم بسته و انگشت زدن رو دکمه حساب فراموشتون نشه. یه کوچولو هم لولم اومده پایین به خاطر اینکه ساعت از 1 شب گذشته و من 3-4 ماه دیگه باید تو این خونه بمونم. پس بریم و بیایم ویدیو رو شروع کنیم. همین ابتدای ویدیو قبل از اینکه بریم سراغ خود سریال دو تا نکته فرامتنی براتون دارم. اول اینکه آقای فیلمنت این چه وضعشه؟ نه خلاصه داستان، نه عکس، نه تیزر. ببین دیگه دیره واسه خاطره ساختن جمله قشنگیه ولی این کمکاری شما رو جبران نمیکنه. اصلا عجیبا غریبا. حالا نکته دوم اینه که این مینی سریال 9 قسمتی یعنی در انتهای شب اولین اثر آیدا پناهنده است که شوهر ایشون یعنی ارسلان امیری تهیه کننده کار نیست، اما تو نویسندگان اسم هر دو نفر به چشم میاد. به نظرم کافیه بریم سراغ خود کار. حالا تیتراژ در بهترین حالت ممکنه، کوتاه، مختصر و مفید. دقت بکن به این سوالم جواب بده. ما در انتهای یک شب، در پایان یک شب به چی میرسیم؟ به روز میرسیم دیگه. خب تصویرام دقیقاً داره همین رو به ما نشون میده. بریم سراغ افتتاحیه. اولین چیزی که ما داریم تو افتتاحیه میبینیم برخوردمون با دو تا کاراکتر اصلیه. حالا کجا داره اتفاق میفته؟ روی تخت. پس قطعاً قضیه برمیگرده به روابط زناشویی. حالا این افتتاحیه زمانی 50% دیگهش تکمیل میشه که تو چند تا سکانس بعدی ما متوجه میشیم که این دوتا زوج دیگه نمیخوان روی تخت با هم دیگه بخوابن و حالا موضوع جدایی هم مطرح میشه و دوتا موضوع تو افتتاحیه شکل گرفته. فیلمنامه در انتهای شب یه قصه غیر خطی داره، یعنی یه مسیر رو مستقیم نمیره جلو و حالا این اتفاقه در تفکیک زمان و گیج نکردن مخاطب موفق بوده. یعنی نه بهش میگم که نقد منفی، نه بهش میگم که نکته مثبت، وظیفه خودش رو درست انجام داده. اما در خلال همین قسمت اول یه نقد اجتماعی خیلی دلنشینی داشتیم که به چشم اومد و میخوام راجبش حرف بزنم. یه جایی از کار هست که بهنام رو به ماهی نشسته و داره از مشکلاتش میگه. حالا ماهی چی میگه؟ میگه آره ما هم مشکل داریم ولی مثل 90% مردم این شهر. ببین جمله به دل میشینه دیگه، میفهمیمش. ای کاش فقط به این 90 یه 6 تا اضافه میشد درست‌تر در میومد. مسئله بعدی که تو قسمت اول خیلی به دلم نشست این بود که معلومه که کارگردان با تصویربردار و نورپردازش نشستن مشورت کردن و به یک تحلیل یا بهتره بگم به یک طراحی برای یه سری از سکانس‌ها رسیدن. چند تا مورد براتون مثال میزنم. مثال اولش میشه اونجایی که بهنام داره چمدونای ماهی رو میذاره تو صندوق. اینجا از نور داره استفاده میشه. ببین به محض اینکه ما پلان میبینیم در صندوق بسته میشه، معنی که قرار منتقل کنه چیه؟ این رابطه داره جدا میشه. حالا اتفاق چیه؟ نور پارکینگ روشن دیگه خاموش میشه و این یعنی روشنایی زندگی بهنام به تاریکی تبدیل میشه. این اتفاقی یکی دو جای دیگه هم افتاد که الان میذارم رو تصویر که ببینید و به همین دلیل بود که من مطمئن شدم این صرفا تحلیل شخصی من نیست بلکه طراحی فیلمساز بوده که از این استفاده کرده که نور بیاد فاصله دو تا کاراکتر رو مشخص بکنه، روشنایی یه معنی بده، تاریکی هم یه معنی بده. یه مثال دیگه بهتون بزنم. قطعا از من خیلی شنیدین که گفتم آقای فیلمساز یا خانم فیلمساز خط فرضی چیز خیلی ساده ایه، تو نباید بشکنیش. البته اگر بخوای بشکنی یه سری قوانین داره که دوستان رعایت نمی‌کردن. حالا اینجا خط فرضیه میشکنه بدون قوانینی که باید استفاده کنه ولی بازم به دل میشینه و من اینجا میگم نکته مثبت کاره. دقت کن به این سکانس. درست زمانی خط فرضی میشکنه تو سکانس بازجویی بهنام که شخصیت بهنام شکسته میشه. انگار اینجا بهنام تحقیر شدن رو داره درک میکنه و خط فرضی میشکنه، منم میپذیرم. تهش ترجیح میدن تو فشنگول تو خونه داشته باشن.
جیزنی که زیادی فکر میکنه. نکته بعدی که نکته مثبت سریال به حساب میاد دوربین فیلمه. ببین فیلمبردار تا جایی که تونسته با طراحی کارگردان یا دکوپاژ کارگردان سعی کردن که دوربین تو صحنه حس نشه. در واقع این اصطلاح تخصصیه، میگن وقتی دوربین تو صحنه حس نمیشه یعنی فیلمبردار کارشو درست انجام داده. حالا اینجا هم جز یکی دو تا مورد که حرکت دوربینا بدون واسطه اتفاق میافتاد، واقعا تو بقیه پلانا حس نمیشد که دوربین تو صحنه وجود داره و خب این نکته مثبتیه. مینی سریال در انتهای شب یک کار با کلاس و با تکنیک از آیدا پناهنده است که اگر بخوام تو 2 تا جمله خلاصش کنم: 1 باورپذیر بودن، 2 عاشقانه رنگی. ببین سریاله مثل الان، مثل ولوم صدای من خیلی آرومه، یعنی هیجان آنچنانی نداره، ولی این که به دل میشینه برای من جذاب بوده. حالا جلوتر یه ذره باش ور میریم و در واقع شست و شوش میدیم، ولی فعلا لطیف رفته جلو و تا اینجا کار راجع به شروع و میانه سریال حرف زدم. بریم سراغ بازیگرا و بعدم پایان بندی. اول با پارسا پیروزفر شروع میکنم. احتمالاً اگه ویدیو قبلی من دیده باشین الان منتظرین که بگم که خوب نبوده، درسته؟ ولی اتفاقا میخوام این بار خلاف دفعه قبلی حرف بزنم، چون اگه یادتون باشه همیشه میگفتم پارسا پیروزفر بیشتر آرتیسته تا بازیگر. حالا توی این مینی سریال دقیقاً داره همینو بازی میکنه، داره نقشه که آرتیست رو بازی میکنه. اینجاست که هم سکوتش، هم بیخیالیش و هم عصبانیت اگزاجرش به دل میشینه و مهمتر از اون من باورش میکنم. نمیگم چرا اینقدر بته، چرا اینقدر یخه، میگم نه درسته، آرتیسته. بازیگر بعدی میشه هدی زین‌العابدین که اصلا ساخته شده برای این نقشا. یعنی تو یه نقش این شکلی بنویس بده خانم زین‌العابدین، دیگه خیالت راحته. و اینجا هم بدون هیچ چیز اضافی که از بازیش ببینم، تسلطش به میمیک صورت و حس، ارتباط گیریش با پارتنرش تو سریال جز نکات مثبتش بود. من دوست داشتم و نکات بازیگری رو با این جمله ببندم: جمع بچه‌های با استعداد و خفن تو فیلمنت جمعه. ماهور تو افعی، رایان تو در انتهای شب. رسیدیم به اینجای ویدیو که یک کوچولو می‌خوایم شستشو بدیم، اونم پایان بندی. اصلا دوستش نداشتم. اصلا چه پایان بندی بود. ببین تازه وقتی میگم دوستش ندارم میخوام تحلیل و طراحی فیلمسازم بهت بگم، ولی با این حال بازم دوستش ندارم. من متوجه میشم که فیلمساز ما اینجا میاد میگه من 2 تا کاراکتر دارم، 2 تا زن و شوهر دارم، در واقع یه زن و شوهر دارم که میخوام چند دقیقه جاشون رو با هم دیگه عوض کنن. یعنی اون جای خواب عوض کردنه، انگار ذهن تو میذاری جای اون آدمه، ببینی آیا میتونی بازم برگردی به این رابطه. و اونجاست که میفهمیم کاراکتر ماهی دیگه نقطه گذاشته برای این رابطه. 3 نقطه نیست که بگه شاید بشه ادامهش داد، نقطه تمام. اما با این حال دوستش ندارم، به خاطر اینکه در شروع سریال پر هیجان، پر اتفاق و خیلی همه چیز عجیب و دوست داشتنی بود، اما هر چی رسیدیم به پایان آروم، بی اتفاق، بی هیجان. ببین همیشه گفتم پایان بندی یا قلاب باید یک انگیزه‌ای به من مخاطب بده برای قسمت بعدی. خب این اتفاق نیفتاد. من چه انگیزه‌ای داشتم اینجا؟ یه نکته بگم بعد یه ذره پیش‌بینی هم بکنیم. ببین دقت کن، تجربه سریال‌های نمایشخانگی ثابت کرده که وقتی قسمت اول بی هیجان میره جلو، انتظار اینو میتونیم داشته باشیم که سریال در قسمت‌های بعدی پر هیجان، پر کشمکش، پر اتفاق و در واقع پر از چیزهای باحالی که ما دوستش داریم و بهمون نشون بده. ولی نمیدونم چرا این نظریه رو برای این سریال خیلی نمیپذیرم، مگر اینجاست، مگر چیزی تو قسمت بعدی رو کنه که ما اصلا انتظارشو نداریم. حالا مثلا چی؟ اون مثلا چی رو تو الان برای من کامنت کن، 30 ثانیه دیگه خودم بهت میگم. آنچه خواهی دید قسمت اول رو دیدی؟ این خانومه رو یادته؟ این خانوم سحر گلدوستی یا همون بازیگر فیلم قهرمان اصغر فرهادیه که قطعاً بعد از اون بازی ورودش به سریالا باید یه نقش پررنگی باشه دیگه، قرار نیست الکی بیاد یه نقشی بازی کنه. حالا اون 30 ثانیه تقریباً داره نزدیک میشه و من برداشتم این شکلیه که این کاراکتر احتمالاً قراره زن بعدی بهنام بشه که حالا بعد از یه سری اتفاقا از همدیگه جدا بشن. و اما حرف آخر پتروس، حرف آخرم اینه که در انتهای شب مخاطب به خودش میگیره
اما از اون مدل گرفتنات که به راحت ترین شکل ممکن مخاطب بتونه فرار کنه و بگه اصلا خدافظ، من این مدل سریال رو دوست ندارم، گناه فرشته 2 نمیخوام ببینم، یا حالا یه سری سریال این شکلی، و این عاشقانه صرفا یک عاشقانه ملو باشه. امیدوارم اینجوری نباشه و مثل همیشه برخلاف میلم، چون فکر میکردم تو این سریال میتونم قسمت به قسمت با بررسیش همراهتون باشم، بعد از قسمت سوم میبینمتون.